سلام علیکم دوستان عزیز، خداوند حفظتان کنه. ساعت 12 شب است. دوستان مهربان، یک خواهر یک مادری که صاحب فرزند است، الحمدلله شوهر است، همچون یک برادر اسلامی از ما خواهش کرد که برادر مهربان طولی 2 سال 3 سال شد من چی میکنم، فیبرلیک کار میکنم. فیبرلیک چیزی که مادرها در خانه میشینن با واسطه همه، یعنی که لباس سرکارگی تو تمامی محصولات زندگی برای کسرول، دکچه و قاشق، خلاصه آینه و صابون همه چیز خریده میشود با نرخ ارزون. یعنی که در همین رقم‌های در روی اکران می‌بینید، به همین خواهرک زنگ بزنید، هم میتونه از این خواهر یعنی که به طرز چی میگن دهقانی قشلاقی خریداری کنی و مادرایی که میخواد یاد بگیری. همین فیبرلیک هم طرز حرام حلال داره. ما که الحمدلله خواهر اسلامی هستی، یعنی برای فن نخوردن، یعنی کیدت نکردن، خواهر خودم اولش پروردگار گارانتش همین مقدمت فن خورده، گفت بابا جان رکلام کردی، همین خواهر ما را فن کرد. خواهش میکنم برادرها زنگ نزنید، از شما خواهش میکنم، خواهش از هر یکم تو زنگ نزنید. شوهر داره، فقط خواهر و مادرها میتونن با همین رقم بنویسن این خواهر شوهر داره، خیلی درس میده، یعنی که طرز درست استفاده بردن فیبرلیک و در خانه شش پول کار کردن. التماس فقط خواهرها نویسه، به خاطر خدا، به خاطر همین شوهر داره. خواهش کرد که مادرها باشن خواهرها باشن، البته صحبت میکنیم، درس میگذاریم، همش ایشون میتیم چه پول کار میکنی در خونه شدگی صاحب فرزند و گودکات هم لباس میخری، چیز چورا میخری و خوجگیت هم آینه و صابون چی. خداوند خصوصا من از همینجا الحمدلله خریدار میکنم. خداوند حفظ کنه. برای کار در این رقم زنگ بزنید. خدا نگهدارتون.